جوش اومده. الان مانتیا رو میریزیم داخل. یه توضیحی که بدم، انواع شکلایی که مانتی داریم. من این مانتی حلزونی رو انتخاب کردم. این یه کمی دیر میپزه، حدوداً یه 20 دقیقه باید بجوشه. خب تست میکنین بین مانتیایی که الان انتخاب میکنیم، ببینید که اگه پخته باشه آبکش میکنیم. برای درست کردن سسمون یه کمی کره، خیلی جزئی هم روغن مایه میریزیم که کرمون نسوزه. کرمون که آب شد یه کمی رب اضافه میکنیم، با پول بیبر هم میزنیم که سسمون آماده باشه. اگه دیدین که ربتون سفت شده، میتونید کمی هم آب اضافه کنید که رقیق بشه. این مرحله کمی پول بیبر اضافه میکنیم. بستگی به ذائقه‌تون داره که تند دوست دارین یا نه. ماست بریزیم، سیر میزنیم که سیرم البته با ماست هم میزنیم که کاملا صاف بشه. که صاف شد میریزیم روی مانتیمون. مانتیمون گرمه. بعد کمی هم از سوسی که درست کردیم میریزیم روش. کمی هم نعنا میریزیم. میتونین نعنا داغ هم بکنین، حالا نخواین زیاد چرب بشه میتونین فقط کمی نعنا خشک بریزین. نوشه جانتون.